با آموزش نان سنگک در خدمتون هستم. نان سنگک نیاز داره به مایع خمیر ترش و من الان مایع خمیر ترش رو طرز تهیه‌اش رو براتون توضیح میدم. اینی که الان داریم میبینین مایع خمیر ترشه. نیاز داره به 1 لیوان آرد سبوسدار، 3/4 لیوان آب ولرم، 1 قاشق غذاخوری مایع خمیر، 1 قاشق غذاخوری نمک و 1 قاشق چایخوری شکر. همه رو با هم دیگه مخلوط میکنیم و میذاریم تا اینکه این مایع خمیر در واقع به این شکل خمیر ور بیاد. خب دوستان، اون مرحله اول خمیر که ور اومد باز هم من گذاشتم موند. الان حدود 5-6 ساعت این مایع خمیر اولیه مونده. باز هم نیاز به موندن داره. میذاریم تا قشنگ خوب ترش بشه و مرحله دوم الانی. اون خمیر تا دوباره ور بیاد ما قسمت دوم خمیر رو درست میکنیم. 800 گرم آرد سلف ریزین داریم، 2 لیوان آب داریم، نصف قاشق چایخوری نمک میریزیم چون تو مرحله اول نمک ریختیم و همه این مواد رو با هم دیگه میزنیم تا خمیر درست بشه. خب الان ما این خمیر قسمت دوم رو حدود 45 دقیقه میذاریم که بمونه. روی خمیر رو میپوشونیم تا بمونه. ببینید دوستان، این مرحله دوم که گذشت الان مرحله سوم شد که این خمیر باز هم پف کرده. از دیواره های این ظرف نگاه کنین قشنگ مشخصه که خمیر چقدر ور اومده. الان این خمیر در واقع آماده است که من به مرحله دوم اضافهش کنم. حالا 2 تا خمیر رو با هم دیگه مخلوطش میکنیم. در این مرحله حدود 1 لیوان ما دوباره آب ولرم اضافه میکنیم و این مایع خمیر ترش رو به خمیر دوم اضافه میکنیم و شلی خمیر نان سنگک باید به اندازه شلی همین مایع خمیر باشه. الان ما اینجا آب، مایع خمیر ترش و خمیر دوم رو که گذاشتیم مونده بود 45 دقیقه همه رو با هم دیگه مخلوط کردیم و الان میزنیمش. خب این خمیر با هم دیگه مخلوط شد. اگر دقت بکنیم میبینیم که به این راحتی به این شلیه. اگر شما بخواین ازش استفاده کنیم مجبورین که دستتون رو به آب زیاد بزنید و این خمیر رو قشنگ از در واقع اون پالتش جدا بکنیم. نیاز به آرد نداره، به هیچ وجه آرد بهش اضافه نمی کنیم. خب الان اینجا من گذاشتم خمیر موند و ببینین تا لبه بالا این خمیر قشنگ ور اومده. من دستم رو به آب زدم و دارم از کنارها جدا می کنم و پف خمیر رو می گیرم. خمیر نان سنگک حالت کشدار هست، شل ولی کش داره. ببینین حالت لاستیکی داره. ما خمیر رو که با هم دیگه مخلوط کردیم حدود 1-2 ساعت شاید تا 3 ساعت هیچ مشکل نیست میتونیم بذاریم تا خمیر قشنگ ور بیاد و همون که شما دیدین قشنگ پف کرد تا سطح بالای ظرف ما. برای اینکه ما بخوایم که این خمیر رو روی سینیمون بذاریم، روی سینی اصلی، میتونیم که اگر پالت داشته باشیم پالت نداشته باشیم. من از یه دونه سینی استیل استفاده کردم، توش رو آب ریختم که خمیر به صورت شل بتونه توی ظرف فرم پهن بشه. یه مقداری از خمیر رو برمیداریم و داخل اون سینی استیلی که من آماده کردم به شکل نان سنگک درش میاریم و داخل روی ظرف فرمون قرار میدیم. این هم از نان سنگک های ما دوستان. ببینید داخلش نرمه به این شکل و بیرونش ترد. از کنجد سیاه استفاده کردم برای رو بر زیر این نان سنگک. درجه حرارت فر 250 درجه سانتیگراد بالا پایین قشنگ روشن میکنیم یا 400 درجه فارنهایت
و انشالله که درست کنین و لذت ببرین. تا آموزش بعدی شما رو به خدا